خانواده یک سربازی مبتلا به بیماری سیل از صحت فرزندشان که بیش از 6 ماه است در صف قوه‌های مسلح قرار دارد و از خطر سرایت‌یابی هم خدمتانش نگرانند. نکروز کامل 24 ساله به گفته نزدیکان بهار امسال از خانه‌شان در ناحیه شمس‌الدین شاهین به ارتش برده شد. با وجود آنکه اسم این جوان در فهرست جوانان مبتلا به بیماری سیل است، او برای ادای خدمت به قسم حربی 0226 هفت ناحیه اسفرای سوخت سفربر شده است. کامل عادلو پدر سرباز بیمار روز 18 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت نکروز در قید بیماری های سیل است و وقتی او را از خانه بردند آنها باور داشتند که بعد تشخیص حتما جواب می شود. وی گفت تو میگیم یکی رفته و خیلی جوی خنک رفته، یه خیلی فراد است. اگر رفته و کسل سوا میسو خیلی سو کسل بخواهد میکنی یکان میلور رفته خیلی یکان چیزی نمقدر درگره بود تانست در خدمت میکنم میلور. مسئولان کمیسریات حربی ناحیه شمس‌الدین شاهین میگویند در واقع نکروز کامل به خدمت در ارتش جلب شده است، اما مؤمنوف یک مسئول این کمیسریات در صحبت با آزادی گفت نکروز جان سال 2009 از بیماری سیل تبابت گرفته بود. به گفته او بعد 5 سال تبابت از این بیماری آنها حقوق دارند جوان را به صف قوه‌های مسلح دعوت کنند. مؤمنوف گفت یا بعد سال 2009 تا نمی چند دیگر مراجعت نکرده است و چند بار رنگین کردگی همه فقط دکزت شمش قط فویز هسته. خیلی روی خطی فعلان و دمور هم در پیشنیاد کنند بیماراتون مادم پیشنیاد که اگه همه روی خط را 100% در دست ماندونه. در بیمارخانه سیلی ناحیه شمس‌الدین شاهین گفتند نکروز جان کامل در قید بیماران هست. شریف بیگنظر سردختور بیمارخانه سیل در ناحیه شمس‌الدین شاهین میگوید در واقع بعد 5 سال تبابت بیماران سیل دیگر از قید بیماران فعال بیرون میشوند، اما چون قشر آسیب پذیر باقی میمانند و احتمالیت دوباره روز زدن این بیماری در جسم آنها وجود دارد. خانواده سرباز نکروز کامل در حال ادعا دارند که فرزند مبتلا به بیماری سیلشان به خدمت برده شد که مسئولان بیمارخانه های سیل میگویند آنها هر سال 1 ماه قبل از موسم دعوت حربی فهرست بیماران مریضی را به کمیسریات های حربی پیشنهاد میکنند.